دوستای عزیز، امروز خواستم دوی پیازه آماده کنم. ببینید دو پیازی ما کاملا آماده است. سلام دوستان عزیز، امیدوارم هر جای دنیا هستین جور سلامت و صحتمند باشین. به چنل یوتیوب دیگه هزاره خوش آمدید. امروز میخوایم دو پیازه پخته کنیم. امیدوارم تا آخر ویدیو مرا ببیننده باشین. بیایید با هم دیگه شروع کنیم. 5 دانه پیاز میدیم را میگینی خورد میکنیم، به خاطر که لوابش کمی زیادتر بیایم. ما پیاز زیادتر گرفتیم و شما نظر و دلخواهتان میتونیم پیاز رو کم و زیاد کنیم. روغن اضافه میکنیم، میمانیم داغ شود. خوش آمدید خاص به کسایی که جدید پیوستن به کانال ما. خوش آمدین، صفا آوردین و من منتظر حمایت های بیشتر از شما هستم. تشکر از اینکه مرا حمایت میکنین. گوشت رو اضافه میکنیم. گوشت شده اضافه میکنیم. نمک اضافه میکنیم، یک نیم کاشو. دو دانه هیل اضافه میکنیم. چوب مرچ سیاه اضافه میکنیم. یک خوب شور میکنیم. آب باید به قدر کافی باشه. سر دیگه بسته کرده بعد این ساعت میمونم که بخار بگیره تا نرم شود. دیگه انتقال بدیم به خاطر چند دفعه میمونیم آبش زیاد است، آبش خشک شود، کم شود، سرش پیاز اضافه میکنیم. 4 دانه پیاز متوسط را حلقه‌ای برش می‌کنیم، از همدیگه جدا کرده. سرش 2 دانه آب لیمو اضافه میکنیم، به نیم ساعت میمانیم، بعدش سریع گوشت اضافه میکنیم. میکس می‌کنیم. لیموش سینگش عزیز دیگه ما آماده شده. میبینیم سرش روغن کشیده شده، پیازان خود نرم شده و ما آماده است. دوستای عزیز، دو پیازی ما کاملا آماده است. شما اگر از این ویدیو خوشتان آمده لطفا سابسکرایب کنید، لایک کنید و دوستانتان شیر کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا یار و نگهدارتان.